الان ضبطیم، یه بار قطع کردیم خاطر اینکه آلارم آقا پیمان زنگ خورد. بله درود بر شما آقا. من داشتم اینو میگفت، من قطره چیر ریختم یا خورده چشم چیز شده. داشتم میگفتم که آقا من یه جمله خوندم که میگفت که برای بدنت بهترین حالت زمانیه که شاد باشی، همه چی آروم باشه، فلان باشی. معمولا آدم‌ها چاق میشن، آدم‌ها بدنشون به قولن برای بدن بهترین حالت اونه. ولی برای مغزت، برای اینکه از مغزت بیشترین کارایی رو بکشی، بیشترین بهره‌وری رو داشته باشه، زمانیه که توی درد و بحران و رنج و در حالت بقا قرار داره مغزت. بعد دیدم خیلی نکته جالبیه که یعنی الان ما میبینیم دیگه، الان روی هر چیزی، روی هر عادتی از بشریت، چه خصلت‌های روانیش، چه هر مشکل فیزیکیش دست میذاری، اون اثر ژنتیک، اون اثر چندین هزار ساله مسیر تکامل ژنتیکی که ما پیمودیم از چه میدونم نخستی‌ها تا الان، همه اینا عامل موثرن در هر چیزی که ما الان داریم، در هر رفتاری که الان داریم، در هر چه میدونم هر مشکل فیزیکی، مثلا کمر درد، گردن درد. میگن چرا ما داریم؟ چون که ما عادت داشتیم چندین هزار سال رو 4 دست پا راه میرفتیم. میمونا چجوری، یعنی اجدادمون. آره این نظریه است. آخه دیگه چی میگن تکامل، نظریه تکامل. نه اصلا چی میگن، معقول ترین نظریه که الان عقل بشریت نزدیکه همینه دیگه. ما چیزی معقول تر از این فعلا نداریم. اگه کسی داره بیاره بگه. چرا هستن نظریه معقول ترین وجود نداره دیگه. نظریه است. نه دیگه الان نظریه که اینکه اجداد انسان چی بودن، خب این دیگه تقریبا همه متفق القول میگن که نظریه تکامل داروین. آره همه متفق القول میگن که اینه دیگه. چیزی بهتری اگه کسی داره بیاد بگه. من یه چه میدونم یه لک ها که ما رو نیاوردن دیگه. ما همینجور تکامل پیدا کردیم. ما بخش از طبیعتیم دیگه. به هر نقطهش نگاه میکنی حاصل تکامله. بعد میگم که حالا داستان اینه که در طی چندین هزار سالی که ما به عنوان گونه انسانی، حالا فعلا انسانیم، اینجا بودیم، یه 100 ساله، یه 70-80 ساله که ما یعنی بعد از جنگ جهانی دوم میخوای حساب کنی، چه میدونم 50 سال 60-70 ساله ما یه خورده بشریت به آرامش رسیده، یه خورده همه چی آرومه، مثلا درگیر قحطی و جنگ و بقا و اینا مثلا، حالا بخشی از جهان، اکثریت جهان لااقل حالا نیست میشه گفت. وگرنه قبل از اون ما چندین هزار سال همش مغز ما در حالت بحرانی، بقا، درد، نمیدونم فرار، در این حالتهای بقا بوده. و الان هم من میبینم که مثلا خیلی ها مثلا من اینطورم که مثلا میگن که ما بهترین کاراییمون زمانیه که استرس داشته باشیم، شرایط بحرانی باشه، دقیقه 90 باشه مثلا. تو این حالت ها ما بیشترین کارایی رو داره مغزمون. ولی یه دیدگاه مقابلم داره دیگه. بعضیا میگن که آقا تو برو فکرتو آزاد کن، فلان کن، راحت کن، ریلکس کن، اون وقت بیا بشین به کارهای مهم فکر کن یا فلان کن. ولی اینی که این نظریه‌ای که نه هیچ چیز. آره این میخوام رد اون کنم. برای ما هم اون برای خود منم اون اینی که تو گفتی بیشتر جواب میده. اصلا منم همینو مثال زدم دیگه. گفتم بعد تو دوره دانشگاه بچه‌ها 3 گروه بودن. یه عده که در طول ترم درسشون رو میخوندن، در طول ترم که درس به وسیله استاد ارائه میشد اینا میخوندن و آمادگی امتحان دادن در هر زمانی رو داشتن. یه عده‌ای هم شب امتحانی بودن. یه عده‌ای بودن که میذاشتن بمونه و به قول قدیمی‌ها تلمبار شه، بمونه شب امتحان بشینن و بخونن، فردا برن مثلا 8 صبح برن امتحان بدن. یه عده سومی هم بودن که من جز اون گروه بودم، صبح امتحانی بودن. یعنی اینا بعد امتحانی بود. اینا بعد امتحانی ها که کلا بیخیال میشدن. ولی اونایی که قرار بود بخونن امتحان بدن، ما مثلا بعضا اینجوری بود که دیگه تصمیم میگرفتی تو اون شب تا صبح بیدار بمونی و یا مثلا بخوابی ساعت 3 بیدار شی، 4 صبح بیدار شی، برای 8 صبح که امتحان داشتی بخونی. و البته اینم غلط بود، بعداً ثابت شد که این اصلا روش غلطیه، چون وقتی که تو بخوابی اون اطلاعاتی که به مغز دادی طبقه بندی شده و جاگذاری شده. حالا وقتی که نیاز داری بهشون، مغز میدونه که اونو کجا گذاشته، بره ورداره بیاره بهت بده اون وقتی که لازم داری. این کارو خواب برای تو انجام میده. این
طبقه بندی و کشوبندی و کمد بندی رو اون خواب برای تو انجامش میده، که میگفتن شده حتی یه 45 دقیقه بخوابید قبل از امتحان حتما بخوابید بعد برید، که ما اینا رعایت نمی‌کردیم دیگه. خیلی اینی که تو بگی حالت بحرانی، منم خیلی بهش رسیدم. یعنی تو وقتی که یه کاری رو میخوای انجام بدی، وقتی که اون فرص و اون خطر رو با تمام وجود احساس میکنی، واقعا میتونم بگم شانس شکست خوردنت به 0 میرسه. یعنی شانس پیروزی تو کاری که انجام میدی تقریبا یه چیزی نزدیک 100%. سلولات درگیر کاری هن که میخوان انجام بدن، همه متفق القول به یه جهت میرن، یه جهت نگاه میکنن. پس این نظریه تو رو من عمیقا قبول دارم. نظریه من نبود، همین موضوعی که مطرح کردی. بعد مثلا من اینجا از فرصت استفاده کنم یه حمله بکنم به اینایی که میگن نه من باید آرامشمو داشته باشم، من باید فلان داشته باشم. این اصلا یعنی چی؟ این اصلا سازگار نیست با راه چند هزار ساله‌ای که ما اومدیم. شما به تاریخ بشریت نگاه کنید، کدوم اثر کدوم زندگی پربار، کدوم انسانی که فقط در آرامش زیسته بود پربار بود. شما نگاه کن به زندگی آدمایی که یک اثر ماندگاری خلق کردن در هر زمینه، یک کار ماندگاری کردن، یک چیزی ساختن که بماند. شما نگاه کن به زندگیش، کدوم یکیشون زندگیشون صلح و آرامش و صفا و ریلکس و اصلا این نشون میده که ما ذاتاً به عنوان یک گونه جانوری بهترین چیزها رو زمانی خلق میکنیم، بهترین اثرها رو زمانی بر جهان میذاریم که در به قول مولانا موجیم که آسودگی ما آدم ماست. همیشه در اون بالا و پایینه باشیم، همیشه یک تب و تابی داشته باشیم، نه اینکه صرفا ریلکس. حالا کارایی یه چیزه، این تفسیر ما هم در بهترین حالتشه. یعنی وقتی که شما شاید این صحبت من 2 ساید میخوام یه چیز رو بگم 2 بخش داشته باشه، 2 از 2 جهت بشه بهش نگاه بکنیم. جهت اول اینه که ما خودمون مثلا تو خاورمیانه‌ای زندگی کردیم که همیشه بحرانی بوده. ما خاورمیانه‌های کله سیاهایی بودیم که خیلی همیشه با بحران دست و پنجه نرم کردیم. بحران از هر نوعش، از جنگ و بیماری و نمیدونم دیکتاتوری های مختلف و چه میدونم بگید تا همینو برو تا آخر. این باعث شده که تو تفسیر درستری از اتفاقات داشته باشی. من فکر میکنم حالا نه فقط خاورمیانه، ما میتونیم تو شرق آسیا هم پیدا کنیم، تو آفریقا هم پیدا بکنیم، تو آمریکای جنوبی هم پیدا بکنیم، تو همون اروپا هم یه جایش میشه پیدا کرد. ولی اتفاقات مولتی دایمنشنال میبینی، یعنی تو رو چند بعدی میکنه. این میشه که دیگه به این راحتی ها نمیره تو پاچه تو که بگن آقا فلانیا این کارو میکنن که خودشون بیان بالا. این سخت‌تر میره تو پاچه آدم هایی که این حالتو دارن. مثالش همین تینیجرای آمریکایی و اروپایی هن که چپیه فلسطین رو بستن و اومدن دم یه دوربینی و اصلا یارو نمیدونه فلسطین کجاست، خاورمیانه کجاست. حالا من کاری ندارم، من به هیچ سایدش اصلا هیچ صحبتی، الان صحبت ما اون نیست. صحبت من اون تفسیر از واقعیته. یه چیزی که من همیشه مخالفش بودم اینه که میگن آقا درست و غلط وجود نداره، درست تفسیر توه، غلط تفسیر تو نیست و هر کسی. من اصلا عمیقاً باش مخالفم. کی گفته درست و غلط وجود نداره؟ درست و غلط وجود داره. مثالش هم این بود که یارو یه شیشه انگلیسی نوشته بود روی یه شن ساحل، میگفت تو اگه از این بر اونو بخونی میشه 6، بری اون بر از اون بر بخونی میشه 9. بالاخره یه دستی اینو نوشته با یه منظوری. این یا 6 نوشته شده یا 9 نوشته شده، یا هم که برای آزار نوشته شده. میخوام بگم درست و غلط وجود داره و اون چیزی که کمک میکنه به تو تفسیر درستی از درست و غلط داشته باشی، به نظر من همین شاید نمیدونم چون این خیلی جنجالیه. این خیلی این نظریه خیلی، این حرف خیلی حرف جنجالیه که تو بگی کسایی که سختی نکشیدن نمیتونن تفسیر درستی از خیلی از مسائل داشته باشن. البته این ساید مقابل یه صحبتی هم هست. حالا تو حرفتو بگو. نمیتونن منظور این نیست، منظور تونستن نتونستن نیست، منظور اینه که معنای بیشتری از اون چیزی که زیسته رو اون آدم داره. شما وقتی یه تجربه‌ای داشتی که یه مثال این آقای احسان کیه عبدیپور، یه جا من دیدم یه کلیپ ازش دیدم خیلی جالب داده، یعنی کامل میرسونه منظورو. اینکه
میگه دو تا آدم بودن که کور بودن، بعد بعد گذاشتنشون توی اتاق، گفتن که خب یکیش که کور بود همینجا وایساد، گفت که اوکی ما دیگه کوریم، تکون نخوریم، به هیچی نخوریم، عمرمون بیاد تموم بشه بریم. حالا نمیدونم داستانش دقیقاً چی بود، هم منظورش همین بود. حالا بعد یکی دیگه هم اونم کور بود، اون که همینجور راست وایساد سر جاش، رفت اون دنیا دیگه. گفت خب کورم دیگه، من دیگه کجا برم، همینجا وایسادم. بعد بدون مقاومت دست پاشم اینور اونور کرد، دید حالا یه محیط اینجایی که هستم یه محیط خالی، هیچی نیست، تاریکه فلانه. خلاصه این تجربهش این بود از زندگی، یعنی تعریفش از زندگی این بود. بعد یکی دیگه هم بود اونم کور تو همون اتاق. بعد آقا این کشوند خودشو زد به در، اینجاش زخم شد. بعد کشوند دست پاشو به این ور اونور، از پله افتاد، فهمید که بله اینجا یه پله هست. بعد رفت پایینتر، سرش خورد به سقف چیز، فهمید که آره یه چیزی اینجا هست مثل سقفه. بعد یواش یواش همینجوری خودشو چسبوند به این ور اونور، کلی هم خاکی و زخمی و پاره پوره شد. بعد رسید مثلا یه دوری زد اینجا. بعد حالا رفتن اون دنیا، پرسیدن که از اون پرسیدن که مثلا تعریفت از زندگی چی بود. یعنی تعریفی که اینا داشتن از زندگی، اون درست زخمی و پاره پوره شده بود، ولی یک معنای کاملتری از زندگی داشت، یک معنای کاملتری از اون دنیایی که توش بود رو بیان میتونست بکنه. آره اون آدم هم یعنی اونم آدم بود، ولی خب معنا، یعنی تفسیرش از زندگی که زیسته بود، از اون محیطی که توش بود، خیلی محدود، خیلی کم. آره یه جایی بود دقیقاً این معنی این جمله است که میگن حسرت‌های تو در آینده حتما به خاطر کارهایی که نکردی تا کارهایی که کردی. میگن خودتو بزن به همه چیز و برو امتحان بکن. حالا این جمله معترضه بود. ولی چیزی که می‌خواستم بگم، این دکتر سریع القلم، من خیلی هم شاید نمیشناسمشون که حتما خیلی موافق خیلی از ایده های قبلشون نیستم، ولی آدم خیلی باسواد و پریه. یه ویدیویی ازشون دیدم، خیلی این نقطه مقابلی که میخواستم بگم اینه، خیلی به نظر من میک سنس میکنه، خیلی درسته، خیلی دقیقه که قشنگ وضعیت ایران رو تحلیل کرد، وضعیت ایران تو این 40-50 سال گذشته رو با گفتن این موضوع کاملا رسوند که چرا ما الان تو این استیجی هستیم که وایسادیم، چرا مثلا دریاچه هامون خوش شده، چرا مثلا مایی که اینقدر منابع نفت و گاز و طبیعی عظیمی داریم در این فقر داریم به سر میبریم، چرا نتونستیم ارتباط برقرار کنیم با جهان. ما الان داشتیم به هم میگفتیم که کسایی که خاورمیانه‌ای ها رو هم مثال زدیم دیگه، گفتیم کسایی که بدبختی بیشتری، سختی بیشتری کشیدن، تفسیر احتمالاً درستری و چند بعد جامع‌تری از مسائل دارن. ولی یه نقطه مقابل هم هست. مثلا این دکتر سریع القلم میگفتش که آقا خیلی هم اینم جنجالیه، میگفت اصلا فقرا اون اصلا صحبتش این نبود. من احساس کردم اون مصاحبه کننده بردش حتی این قشر متوسطم آورد وسط، که اصلا به نظر من دکتر معتقد نبود که حتی قشر متوسط هم صلاحیت اینو دارن. یعنی قشنگ منظورش این بود که خیلی هم درسته به نظر من، میگفت آقا فقط اون آدم‌های ثروتمندتر و مرفه‌تر صلاحیت وزیر شدن، وکیل شدن، رئیس جمهور شدن، اون مدیر شدن و دارن. چرا؟ خیلی استدلالشون هم استدلال درستی بود. آقا اقتصاد و ارتباط و وزارت خارجه و اینا چیزی نیست، اینا علم دیتا نیست، اینا مربوط به دیتا نیست، اینا خیلی مسائل مهمتری پشتشه، از جمله تجربه. شما وقتی که مثالش هم اینو زد، گفت آقا ما وقتی که توی آمریکا، حالا دقیق یادم نیست برای دکتری نمیدونم یا کجا داشتیم یه فرمی رو پر میکردیم، یکی از سوال‌ها این بود که تو بچگیت اتاق شخصی خودتو داشتی؟ میگفت خیلی برای من جالب بود. بعدن هم از استادم پرسیدم، استاد گفتش که از توی سوالا برداشتنش، چون این جامعه سیاها اعتراض کرده بودن و گفته بودن این یه جور نژاد پرستیه و این صحبت‌ها. ولی وقتی که به عمق مسئله داری دقت میکنی و میخوای ببینی که چرا این سوالا رو میپرسن، چرا میخوان ببینن که تو در چه سطحی از رفاه بزرگ شدی، چقدر با پول سر و کار داشتی، با چه افرادی رفت آمد کردی، ارتباط برقرار کردی، نتیجهش میشه همین صحبتی که دکتر سریع القلم میگفت. آقا
حالا تو میخوای بشی وزیر امور خارجه، حالا تو میخوای بشی مدیر چه میدونم یه هلدینگ بزرگی توی کشوری، میخوای بشی وزیر اقتصاد، میخوای بشی چه میدونم رئیس جمهور، شما باید پول به دستت خورده باشه، شما باید با آدم‌های درستی رفت و آمد کرده باشید و این مربوط به ژن توئه، مربوط به نسل‌های توئه، یعنی فقط خودتو نیستی. خب اگه اینجوری نباشه چه اتفاقی میفته؟ اگه اینجوری نباشه، من آقا پایینتر، من که مثلا آرزوم این بوده که یه ماشین یا ماشین خیلی خوب سوار شم، توی یه خونه خوبی زندگی کنم، هیچ وقت اتاق شخصیمو نداشتم. حالا این توهین نیست، من دارم این موضوع رو بازش میکنم، اون موضوعی که دکتر میگفتن. میگم آقا نتیجهش میشه همین چیزی که الان تو ایران هست. یارو رسیده مثلا شده مدیر یه جایی، شده یه وزیر، احساس کرده که باید هر چی میتونه ماشین خودش این دور و بریاش امکانات رفاهی رو فراهم کنه، میشه فساد، میشه دزدی. یا مثلا این قرعه کشی جام جهانی رو من مثال بزنم که این چیزی که تو ایران همیشه، حالا امسال این کمتر بود به خاطر اینکه ویزا نمیداد آمریکا، سالهای گذشته بیشتر بود. وقتی که یه تورنمنت بین المللی ورزشی میشد، تو میدیدی که مثلا 60 نفر فدراسیون درخواست داده برای فامیل ویزا و خانواده. آره، بعد در می اومد که مثلا خواهرزاده فلانی هم بوده، برادرزاده فلانی هم بوده. بعد میای این صحبت دکتر سریالقلمو که نگاه میکنی، میبینی آقا وقتی یه نفری اونجا باشه که در سطحی از رفاه باشه که هر وقت دلش میخواد میره اروپا، هر وقت دلش میخواد میره آمریکا، اون کشور مثلا براش مهم نیست که حالا این سری بره یا نره، معلومه که راه رو میده به اون کسی که واجبه بره، لازمه بره. احساس میکنم شاید 100% درست دست گذاشت روی این مسئله و کسایی صلاحیت مدیریت و وزارت و خیلی چیزای دیگه این شکلی رو دارن که در سطح قابل قبولی از رفاه زندگی کرده باشن. این دقیقا نقطه، شاید یه جوری نقطه مقابل اونه، ولی میشه بگی هم نیست. میخوام از فرصت استفاده کنم و از حقوق مستضعفین اینجا دفاع کنم. والا مسئله اینه که ببین حالا من خیلی حرف دارم ولی چون به من گفتن حالا که اون آقا نظریه رو نمیذاره کسی حرف بزنه، حالا اون نظریه رو گفتی، من حالا یه نظریه رو مطرح کردی دیگه، حالا به هر حال یه آدمی یه همچین نظری داده، موافقشم یا مال موافقشم، حالا آره. موافقشم هستی. به نظر من این چیز میشه بهش یه احتمال داد، بشه گفت که آقا مثلا شما برای وزیر شدن فلان شدن، احتمال این که آدم‌هایی در این راسته بودن، احتمال موفق شدنشون و اثرگذاریشون بیشتره، میشه به عنوان یه احتمال در نظرش گرفت. ولی به عنوان اینکه به عنوان یه سولوشن در نظر بگیریم، به عنوان یک قانون بخوایم مثلا در نظرش بگیریم که فقط اینا صلاحیت دارن، ابدا من موافقش نیستم. من موافق اینم که شما فرصت برابر برای همه ایجاد بکنی. خب اگه میگی که اینا اینقدر شانس دارن، اگه میگی اینا اینقدر خوبن، اوکی، حالا منم تا حدودی با بعضیاشون به هر حال میگم، حالا چی میگن، تا بیا حدی موافقم. ولی اگر اینا اینقدر خوبن، فرصت برابر بذار، خب احتمال اینکه اینا بیان بالا بیشتره دیگه، احتمال اینا میان بالا. ولی اینکه فرصت رو دقیق بکنی از یک شخصی به خاطر اینکه در شرایطی زیسته که انتخابی توش نداشته، شما چون سه نسلت فلان نبوده، داداش من 20 سال پیش 30 سال پیش به دنیا اومدم، من چه انتخابی داشتم در سرنوشت 30 سال پیشم، سه نسل پیشم؟ خب یعنی آدم‌ها رو محروم کردن یا به اونها یک چی میگن، یک امتیازی دادن به خاطر انتخاب‌های، به خاطر چیزایی که توشون نقشی نداشتن در انتخابش، این فیله. یه فرصت برابری ایجاد بشه، خب اگه اونی که توی قشر خاصی بوده امکانش احتمالش بیشتره که بره، خب تو فرصت برابر بره بالا، اگر تواناییشو داره بره بالا. ولی مسئله دقیقاً همینه، اون فرصت رو کی میده؟ دقیقاً مسئله مربوط به سیستمیه که مستقر شده، اون مایندست و اون طرز فکریه که گزینش رو پیش بینی کرده و سازوکارش رو چیده. فرصت رو کی میده؟ اصلا مسئله ما همینه که چرا ما باید با شعار حکومت مستضعفین یه جایی یک کسی بیاد بالا. مسئله همینه. اتفاقاً صحبت همینه که اگر اون آدم ها بتونن راه پیدا کنن بشن مدیر، بشن وزیر، بشن رئیس جمهور و ایکس و ایگرگ و زد، دقیقاً اونا این مولد بودن هم خواهند داشت، حتما دارن. اصلا اینجوری نیست که فقط آدمای اولدمانی بیان بشن مدیر و وکیل و وزیر و فلان و چنان. منظور اینه که شما وقتی که اون آدمهای درست رو گذاشتی در رأس امور،
سازوکاری پیش بینی شد، حکومتی مستقر شد، سیستمی برقرار شد که از روش درست بیان برن بشن رئیس و مدیر و وزیر، در اون صورته که دورو برای اینها یه 4 تا جوون مستعد که خیلی از قشر متوسطن و دارن تازه میان قاطی اینا یاد از قشر میگیرن. فقیر آقا چرا از ما فقرا یاد نمیکنی؟ فقیر حتی میان میشن مدیرهای آینده و یاد میگیرن و اینا میشه تولد کسایی مثل خودشون. ولی اگه سیستم تو یه جوری مستقر کردی که با این شو، ببین ما داریم اینو میبینیم، دقیقا همینو مثال زد که ما علیرضا دبیرها و این پاچه خارها رو اگه اجر و قرب دادیم بهشون که آقا بیا برو بشین پشت میز شروع کن به همین تو وسط جلسه نماز خوندن، اون موقع تو عزیزتری، متر و معیار ما شد چیزای دیگه، معلومه که اون مدیر درست و اون آدم درست نمیره اونجا و در نتیجه طی سالیان دراز نتیجه میشه شکست. این جمله معروف هم یادم نیست که منتسب به که گفت تو یک بیابان بده به مسئولین اونا ماسه کم میارن. متوجهی؟ دقیقاً این اتفاق به نظر من تو سالهای گذشته تو ایران افتاده و دلیلش دقیقاً همین چیزیه که ما مدیرای درستی نداشتیم و همه چیز. حالا یه نظری استیو جابز، یه چیز نظر جالب در مورد مدیر. آخه من اخیراً میبینم که مثلا یه عده توی لینکدین و نمیدونم این ور اون ور شبکه‌های اجتماعی مثلا تایتلشون رو زدن مشاور مدیر، اسیستنت ادوایزر، نمیدونم دستیار مشاور، بعد کل مثلا چیز شغلیشون رو تعریف میکنم به عنوان اینکه آره مثلا من مدیر فلانجا بودم، دستیار مدیر بودم، مشاور مدیر بودم، من مشاور مدیر مقامم آوردم فلانجا. بعد من اصلا درک نمیکنم اینو یعنی چی که من اصلا پدیده‌ای به نام مدیر. استیو جابز یه جمله میگه بهترین به بزرگترین مدیرا کسای بزرگترین کانتریبیوتورها توی سیستم، بزرگترین کسایی هستن که بزرگترین مشارکت رو داشتن توی در واقع همون سازمان، همون سیستم، هر چیزی، حالا هر شرکتی. میگه بزرگترین منیجرها اونایی هستن که بیشترین مشارکت رو داشتن و نمیخوام مدیر باشن ولی مجبورم مدیر باشن. البته من اینو اصلاح کنم که چون اینو ما توی دوره فوق لیسانس خوندیم، این کاتگوری‌های مدل‌های مدیری که معرفی میشن، نه این یه مدلشه. این مدل فکر می‌کنم بهش میگن ژاپنی اگه اشتباه نکنم. اصلا همش اصلا مدل غیر از اینه به نظر من، همش فیله. نه نیست. این مدل آمریکایی نیست. مدل آمریکایی اتفاقا استیو جابز اینی که میگه مدل آمریکایی نیست. اینی که یه مدیری رو برای مدیریت تربیت کنی هم وجود داره. یعنی اون نیست که شما فکر کنی حتما یکی باید از کارگری و درگیری و صفر خاک خورده اون بیزینس باشه. و من داشتم به چی فکر می‌کردم؟ به این رسول خطیبی اومده بود تو این برنامه 360، عادل داشت به شوخی بهش انتقاد میکرد که آقا چرا شما مدیر عامل، الان شما مدیر عاملی، سرمربی، تکلیفت چیه؟ چون مدیر عامل هم مثل این که مقطعی شده. بعد رسول میگفتش که چرا داری شما انتقاد میکنی که من مدیر عامل؟ آقا اوکی من دیگه نمیشم، ولی مگه نباید فوتبالیستا مدیر عامل فوتبالی بشن؟ من اینجا اعلام میکنم الزاما نیست که حتما یه آدم فوتبالی باید بشه مدیر عامل فوتبال. میدونی؟ آره. واقعا این طرز فکرم یه طرز فکر غلطیه که شما بگی حتما آجی. نه من مخالفم. خب این طرز فکر کاملا غلطیه که شما بگی حتما باید خاک خورده یک داستانی باشه که بیاد بشه مدیر اون. به نظر من معنی نمیداد که مدیر مرسدس بنز بردارن بذارن توی نمیدونم جنرال موتورز و از اونجا ببرن تویوتا رو، نمیدونم این میلینگ رو بفرستن بره تویوتای ژاپن رو توسعه بده، تویوتا بشه تویوتای امروزی. اینایی که شما میگی نقض تقریبا 80-90% موفقیت تاریخ صنعته. ولی اوکیه، این صحبت هم صحبت درستیه. بعضی‌ها میتونن خیلی خوب موفق باشن، مخصوصا تو این شرکت‌های تکنولوژی. ببین این یه زمانی بود که شرکت به یه درآمدی خوبی رسیده، مثلا میارن یه مدیر عامل فلانی میذارن، میگن حالا برای توسعه استراتژی در فلان زمینه فلان،
ولی شما نگاه کنی به تمام این شرکت‌های درست حسابی دنیا که نگاه کنی، الان همه شرکت‌هایی که چه میدونم، شرکت‌های الان بزرگترینش انویدیاست، اپل، بعد مایکروسافت، بعد حالا این 7 10 تا شرکت شما نگاه کنیم، حالا خیلی از این شرکت‌های موفق دیگه هم نگاه بکنیم، آدمایی تونستن تو این سیستم رو به اینجا برسونن که یعنی علاوه بر این که خودشون تو اون سیستم یه کانتریبیوتر خیلی بزرگ بودن، یعنی با تمام اجزای اون سیستم هم این آدم به صورت روزانه، یعنی به صورت یعنی چی میگن، بوروکراسی نداشتن. این چیزی که شما میگی مثلا مدیر برای مدیریت تبریز کنیم، مدیر برای مدیریت نیاز داره به 8 دستیار که جنبه‌های مختلف بیزینس بدونن، جنبه‌های مختلف بیزینس 8 دستیار بیاره که از قسمت‌های مختلف بیزینس سر در بیارن. خب مدیر برای مدیریت که از جزئیات چیز که سر در نمیاره، 8 دستیار هر کدوم دو تا منشی دارن، 2 تا منیجر، نمیدونم این میشه بوروکراسی. خب الان داریم میبینیم بهترین شرکتایی که به صورت فلت دارن مدیریت میشن، شرکتایی که مدیر عامل خودش از تمام جزئیات خبر داره. مدیر عامل مثلا میگه الان ایلان ماسک یه جمله، حالا گوش بذار من حرفم تموم کنم آقای بیات، میگه که الان ایلان ماسک پوزیشنش توی اسپیس ایکس چیف آف انجینیرینگ، یعنی مدیر این مهندسا، بعد مدیر مهندسای چیف آف انجینیرینگ شما یعنی باید کسی باشه که از تمام فیزیک، از تمام این ریاضیاتی که اونجا استفاده میشه، از تمام الکترومکانیک، از تمام این علوم تو باید در یه سطحی باشی که با این مهندسا مشورت میکنی. نگاه این یه کیس استادی، این یه مثاله. حالا مثلا همه‌شو میگم، شما نگاه کن به اپل، نگاه کن شما نگاه کن به مایکروسافت، نگاه کن همه اینا آدمایی که به انویدیا نگاه کن، همه اینا مدیرایی که همه اینا جوری مدیریت شدن که خود مدیر از جزئیات سیستم سر در میآورده و شما نمیتونی از جزئیات سیستم سر در مگر اینکه تو اون سیستم بوده باشی، کار کرده باشی. نه اینجوری نیست. نگاه کن حالا تو 2 تا مورد و مثال زدیم، ما اینا رو اصلا سالها ما خوندیمش. همین الان هم میتونم من مثال بزنم برات، چون به جزئیات باید بهش بپردازیم، ما نمیتونیم بریم سراغش. مثلا شرکت آرامکو. خب تو داری شرکتی رو مثال میزنی، شرکت آرامکو تا 1-2 سال پیش از شرکت خیلی موفق و بزرگه، تو نمیتونی بگی اپل بهتر از اونه که اومده رد شده. نه البته که بهتره. نه شما با آرامکو نگاه کن، آرامکو بچه خط متناقض. حالا من دارم از جنبه علمیش بهت میگم. شما میتونی مثلا یه شرکت تکنولوژیکالی مثل چه میدونم این شرکت ایلان ماسک، اسپیس ایکس یا هر چیزی، اینا فلت مدیریت میشن، خودش از پایین اومده، همه جاش بوده، از همه جاش خبر داره، اومده رفته بالا. ولی الزاما میتونم یه تیم فوتبال برات مثال بزنم، تو بگی نه ما یه تیم لیورپول حتما باید یکی باشه که خاک لیورپول خورده باشه. خب اگه بخوای اینجوری صحبت بکنی حتما باید از تو این باشگاه از توی اون منظور، آره منظورم اینه که از توی نه دقیقاً همینه. دقیقاً نه ببین یه چیزی تو یک جنبه شو داری در نظر میگیری. میگه یه شرکت تکنولوژی بیسی مثل اپل، مثل ایکس و مثل ایگرگ، 4 تا مثال زدیم. ما سالانه 500 تا شرکت تحت عنوان من منظورم این نیست که حتما باید یارو تو خود اون شرکت، منظورم اینه که یارو باید تو این سیستم جزئیاتشو بدونه، سر در آورده. اگه اجازه بدی من تکمیلش میکنم، من نامربوط صحبت نمیکنم. حرف تو رده به خاطر اینکه آقا هیچ مدیری نمیتونه مدیر خوبی باشه مگر اینکه از جزئیات سر در بیاره. معلومه که یه مدیری اومد مستقر شد توی لیورپول، توی شرکت بنز، توی شرکت تویوتا، توی شرکت آرامکو، توی شرکت اپل، 6 ماه وقت میخواد، 3 ماه وقت میخواد، 1 ماه وقت میخواد که مسلط بشه به اوضاع. اون همون رفتن و از جزئیات در آوردنه. حالا این که میاد دستیار، حتما باید دستیار داشته باشه، مدیرای میانی رو خودش باید بچینه. چی میشه که یه رئیس جمهور استاندارا رو هم عوض میکنه؟ باید سر در بیاره، باید اون مدیرای میانی رو هم خودش میذاره، میاد از جزئیات سر در میاره. ولی اگر قراره به اون معنی که تو میگی باید تو کار بوده باشه، خاک خورده باشه، اومده باشه بالا که سر در بیاره، اصلا معنی نمیده مربی برای یه تیم آوردن، اصلا معنی نمیده یک مدیر عامل استخدام کردن در یک شرکت چه میدونم لوازم خانگی موفقی در سراسر جهان، یا چه میدونم استارباکس که الان بیشترین شعبه های فیزیکی تو دنیا برای استارباکسه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. معنی نمیده که اینا بیان برن یه مدیر عاملی رو استخدام بکنن که بیاد توسعه بده کارو.
میدونی چی میگم؟ تو درست میگی. تو یه بخشی اونجوری کار کرده و اینجوری کار میکنه که بهتره که مثل این که تا یه حد مخصوصا تا قبل از اسکیل شدن این روشه که تو میگی جواب میده. ولی اینم نیست که تو بیای رد کنی بگی نه یکی تا 0 تا 100 یه چیزی رو توش نبوده باشه نمیتونه سر در بیاره. اتفاقا هنر یک مدیر موفق اینه که میذارنش 5 سال بهش وقت میدن. الان این کتاب Measure What Matters، مهم ها را بسنج، مال پیتر دراکره. اینو که وقتی میخونی این سوزان نمیدونم چی اولی مدیر یوتیوب که یوتیوب رو رسوند به کمک کردن رو یوتیوب رو رسوندن به 1 میلیارد ویو در روز 1 میلیارد ویو رسوندن. اینا از بیرون اومدن تو همون شرکتی که تکنولوژی بیسه. یعنی اصلا اینجوری نیست که تو بگی آقا نه، یا اتفاقا کمن اونایی که شما میگی که اومدن بالا و تونستن بمونن، معمولا برعکس دیدگاه. من ردش نمیکنم، یکی مثل ایلان ماسک مثال نقضی برای این صحبتایی که من میکنم، ولی انگشت شمارم هستن. اینجوری نیست که مدیرای خوبم تو دنیا زیادن، مدیرایی که آوتسورس از بیرون میارن و میذارن توی بیزینسی خیلی هم موفق میشن. یعنی منظور اینو می‌خواستم بگم که این جمله استیو جابز که میگه great managers are the great contributors who don't want to be manager but they have to. واقعا مدیرای خوب که مدیرایی هستن که بزرگترین مشارکت کنندگان توی اون پروژه‌ن و نمیخوان مدیر بشن ولی مجبورن مدیر بشن. من نظرم با یه مدیر خوب، من یه همچین چیزیه، سمبل من از یه مدیر خوب همچین چیزیه، نه یکی که مدیر برای مدیریت. یعنی چی؟ ما نمیتونیم، ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم بگیم مدیر خوب کیه. شما باید بریم من به عنوان یه شهروند این نظر رو دارم. خب نظر تو در شهری شهروندی که مدیرات فاجعه‌ن، نتیجهشون هم کاملا معلومه. البته شهر شیراز که مدیرش الان فوق العاده است، شهردار شیراز. من فکر می‌کنم این بنده خدا رو باید بزنن رئیس جمهور. خیلی شهردار درجه یکیه. من میری از شیراز میری بیرون برمیگردی میبینی 4 تا پل جدید شده. واقعا دمشون گرم، خیلی قدرتمند و خوب دارن کار میکنن. من فکر کنم نمیشناسی میشه، من واقعا اسمم یادم رفت. تبلیغ میکنی؟ آره نمیدونم کیه، ولی معتقدم این آدمو باید بزنن رئیس جمهور. بله خلاصه اینجوری. اینم از امروز آقا پیمان.